من برای دستانها بودم این نفر دیدم که رسیده سکوت داره میاد کشون بیاد من کمک کنم این مطلب این برانکار که بگید که نفر با همه بذاریم داخل بیمارستان کرده تا ما برانکار رو از آمبولانس که آوردیم بیرون هواپیماهای دشمن سر رسیدن و شروع به بمباران کردن اون افتاد اون نقطه‌ای که ما بودیم من احساس کردم زمین آسمان بهم شد این کش بودم که خدای این مخلوقهایی که آوردن این مخلوقها به امید این اومدن اینجا کردن برای این مداوا بشه همه این مخلوقی رفتن بالا آمبولانس ها بعدش منتظر شده آتیش و خون و همه چیز بهم شد و یک آسمان احساس کردن مثل توپ بیتون بالا هوا قلب کنان داشتن میرفتن چون لحظه دیگه من یه فکر خانواده رو عیال رو جونه رو خواهی رو همه چیز می کردم که گفتم دیگه این آخر هسته خدایا کسی راه منطقه شد و من توفیق داده خدایا من شهید می کردم من شعار که می رفتم کلمه شهادت رو می گفتم خدایا شهادت که می گفتم همینه بعد دیدم که من خاصی که بیمارستان شهرداری رفت شدم همین ما چند ثانیه دور نکشید اون ولی خاصی که من در کنان گرفتم